بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. ما شما در درس ششم هستیم. در درس ششم در درس‌های صرف. در درس ششم ما شما فعل ثلاثی مزید فیهی را می‌خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. فعل ثلاثی مزید. فعل ثلاثی مزید شما خب میفهمید که یکی ثلاثی سه حرفی را میگن و مزید فیهی چی را میگن؟ یعنی مزید فیهی یعنی فعل ثلاثی یا فعل سه حرفی که در او حرفای دیگه زیاد شده باشه. در تعریفش میگن که فعل است که در آن یک یا چند حرف زائد بالای وزن اصلی زیاد گردد. مثلا ما و شما خوانده بودیم فعله، فعله، فعوله. اینیا مثلا فعلای چی بودن؟ فعلای ثلاثی مجرد بودن. مجرد به این معنی که حرف زائد نداره. و فعل ثلاثی مزید فیهی چی را میگن؟ مزید فیهی را میگن که یعنی بالای اینمی فعله، فی و عین و لام که سه حرف بود سر از این حرفای دیگه زیاد شود. وقتی که حرف دیگه در زیاد شد باز این ثلاثی مزید فیهی میگن. و این چند قسم است. قسم اولش فعل ثلاثی مزید فیهی با یک حرف. احیانا مثلا در یک فعل ثلاثی یک حرف زیاد میشه. این باز مزید فیهی به حرف واحد میگه. و این دو شکل داره. شکل اولی چی است؟ مثلا قبلا ما داشتیم درسه به وزن فعله. اینجا امی حرف دوم از یک است. این تکرار میشه. حرف دومش تکرار میشه. مثلا درسه که ری یک ری بود، ایره دو تا ری میسازی، میگی درسه درسه. این مثلا درسه درس خواند خودش، باز وقتی که میگی درسه به وزن فعله عین شد پیدا کرد، ریش همانه دو تا شد شد پیدا کرد. پس وقتی که میگی درسه به معنی ازی که تدریس کرد. مثلا درسه تدریس کرد، کذبه تکذیب کرد، علمه تعلیم نمود. مثلا سابق میگفتیم که علمه میگفتیم چی معنی؟ یعنی خودش علم حاصل کرد. حالا که لامش شد دادی دو تا لام ساختی معنایش تغییر میکنه. باز چی میشه؟ میگه علمه. سابق مثلا میگفتی که علمه یعنی خودش یاد میگرفت، اما حال خودش یاد داره دیگه تعلیم میده، دیگه یاد میده. باز میگیم علمه الاستاذ التلمیذ، تعلیم داد استاد شاگرد را. کرمه سابق میگفتیم کرمه، حالا میگیم کرمه. اینجا مزید شد. چی مزید شد؟ میگیم در هر کدامش حرف دومش یک حرفش اصلی هست، پس در درسه یک ریش اصلی هست، یک ریش زائد است. در علمه یک لامش اصلی هست، یک لام دیگه زیاد شد. در کرمه یک ریش اصلی هست، یک ریش هم زائد است. کلش به وزن چی میه؟ به وزن فعله. یک عین اصلی هست، یک عینش زائد است. این شکل اولش است. شکل دومش چه قسم است که مثلا از اصلش غرض نمیگیری، از حروف سألتمونی ها، یا مثلا سین زیاد میشه، یا همزه زیاد میکنی، یا لام زیاد میکنی، یا تیر زیاد میکنی، یا الف زیاد میکنی. ایده زیاد میشه. مثلا طریقه اولش چی است؟ با زیادت همزه در اول فعل. مثلا کرومه بود، یک همزه رو در اولش میاریم میگیم اکرمه.
اکرام نمود. سابق میفتیم خرج، خارج شد خودش. حالا که میگیم اخرج، همزه را در اولش آوردیم گفتیم اخرج. به این شکل مثلا احسن، احسان نمود. اوجز، خلاصه کرد. اخبر، خبر داد. اسرف، اسراف کرد. اوجب، واجب کرد. ارشد، راهنمایی کرد. یک طریقش بود. طریقه دومش چی است؟ در اونجا همزه در اولیش زیاد شده بود. طریقه دومش که بعد از انالو اونجا یعنی کل وزنایشان مثلا اکرمه و اخرجه و احسنه به وزن چی است؟ به وزن افعله. پس فی و عین و لام حروف اصلی هست، همزه زائده است. انال ما شما میگیم که وقتی که حرف زائد آمد در وزن اکرمه بود، وزن شد افعله. پس کاف و ر و میم در مقابل فی و عین و لام است، این حروف اصلی هست و همزهشان چی است؟ این حرف زائد است. طریقه دومی است که مثلا الف بعد از فا زیاد میگیری، بعد از ف الف زیاد میگیری. مثلا فعله را میگی فاعله، فاعله، فاعله. مثلا میگی ناقشه، ناقشه. این نون و قاف و شین اصلی هست، الف دومی که است بعد از نون که الف آمده این حرف زائد است. ناقشه، مناقشه کرد. جادله، مجادله کرد. قاتله، مقاتله یا قتال کرد. جاهده، جهاد کرد. سافر، سفر کرد. واجهه، روبرو شد. راقبه، مراقبت کرد. ناقشه، مناقشه کرد. ناصبه، نصب کرد. باحثه، بحث کرد، گفتگو کرد. بادره، مثلا پیشجستی کرد. ناظره، مناظره کرد. حاوره، محاوره و گفتگو کرد. اینا کل ازیا که هست چی هستن؟ اینیا ای پیشتر اونجا گفته بود که بعد سه طریقه نه بلکه این دو حرف بعد دو طریقه زیاد میشه. دو طریقه، یکیش همزه در اولش زیاد میشه، شکل دوم که ما شما گفتیم زیاد نبودن، یکی از حروف سألتمونی ها که این حرف به دو طریقه زیاد میشه. اونجا سه طریقه نوشته شده بود، اشتباه شده بود، به دو طریقه. طریقه اول چی بود؟ با زیادت کردن همزه بود که اکرمه، افعله. و دومش کدام طریقه؟ که با زیاد کردن الف بعد از نون هست. قسم دوم فعل ثلاثی مزید فی با دو حرف. قبلا ما شما گفتیم که یک حرف زیاد میشد. بعضی حالات است که حرف زائد دو تا حرف زیاد میشن. مثلا سعی کنین یک مثال میتونیم براش، مثلا زیاد شدن همزه و نون در اول فعل. حالا سعی کن، اصل فعل بود بساطه، به سین توی بود، بساطه. در اول از این همزه و نون زیاد شد انبساطه، انبساطه، گشاده روی شد. انخدع، فریب خورد. به وزن چی میشه؟ انفعله. اونو که در مقابل فی و عین و لام حروف اصلی هست، همزه و نون در اولش چی هستن؟ زیاد شده. پس در اینجا در انبسطه، انخدع، اندهش، مندهش شد. انسحب، عقب گردی نمود. انضبط، منضبط شد، با انضباط شد. در اینجا انطلق، چی کرد؟ حرکت کرد. انعکس، انعکاس کرد. انغلق، بسته شد. در اینیا کلش مثلا میبینه که همزه و نون در اول فعل زیاد شده. انفرد، انقبض، انقطع، انکسر، انحزم، انقسم. بیشترشون معنایش نوشته هست. قسم سه که است فعل ثلاثی مزید فیه با سه حرف. مثلا در یک فعل است که سه دانه حرف در زیاد شده، سه تا حرفش اصلی، سه حرفش زائد است. مثلا غفره بود به وزن فعله. در اینجا الف و سین و ت زیاد شد. میگه استغفره، طلب مغفرت کرد. استخرج، بیرون کرد. سیکو خرجه بود، استخرج شد. الف و سین و ت سه حرف زیاد شد. استکبر، تکبر کرد. استعمر، آباد کرد. استیقظ، بیدار شد. استقبل، استقبال کرد. استودع، گذاشت. استدرج، استدراج نمود. اینا پس اینجا ما و شما فعل ثلاثی داریم، فعل ثلاثی داریم، فعل ثلاثی مزید به یک حرف، فعل ثلاثی مزید به دو حرف،
و فعل ثلاثی مزید به 3 حرف داره. اینه که شما فهمیدین. حالا میایم سر مثال های تطبیقیش. مثلا امیر ما و شما یاد گرفتیم. حالا مثلا مثال های تطبیقیش در قرآن عظیم الشان، مثلا آیت شریف است که الله سبحانه و تعالی میگه که ولم یکن له شریک فی الملک و خلق کل شیء، و خلقت الله تمام اشیا را فقدره تقدیرا. اینجا سعی کنین قدره چی هسته؟ به وزن فعله. این فیخو علایده هست، لکن قدره اصل فعل هست، اصلش ای قدره به وزن فعله هست، پس یک دالش اصلی هست و یک حرفش. پس ما میگیم که قدره چی هست؟ فعل ثلاثی مزید هست، یعنی در آیت قرآن. در دیگه آیت قرآن الله سبحانه و تعالی میگه که افحکم الجاهلیت یبغون، آیا این مردم حکم جاهلیت میخواین؟ یعنی یکی حکم شریعت است، در مقابل شریعت هر قانونی که هست این حکم جاهلیت میگه. الله متعال میگه آیا این مردم قانون جاهلیت میخواین؟ و من احسن من الله قوما حکما لقوم یوقنون. خب ایناله میگه چی است؟ و من احسن من الله حکما لقوم یؤمنون، از الله کده کی بهتر است در چیز. ایناله اینجا احسن خو فعل نیست، لکن اگر فعلش بگویم باز فعلش احسنه میشه. فعلش چی میشه؟ احسن، احسنا، احسنو، احسنت، احسنتا، احسن، احسنت، احسنتما، احسنتم، احسنت، احسنتما، احسنتن، احسنتو، احسنم. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده هست من حلف بغیر الله فقط اشرک. اینجا سر کلمه اینجا چی هست؟ اشرک به وزن افعله. اشرک به وزن افعله. پس اینجا این ثلاثی مزید است با همزه. اشرک فعل ثلاثی مزید به حرف واحد. اشرک چی است؟ فعل ثلاثی مزید است با یک حرف. فمن حلف بغیر الله، یعنی اگر کسی بغیر از نام الله، بسیاری کساس میگه به پیر قسم است و به پیغمبر قسم است و به سرت قسم است، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من حلف بغیر الله فقد اشرک. کسی که قسم خورد به نام غیر الله این مشرک شد. حالا علما میگن که حالا اگر مشرک شد یعنی از دین برآمد، کافر شد. علما میگن که نه، این اشرک خو فعل ثلاثی مزید به حرف واحد هست. فمن حلف بغیر الله سبحانه و تعالی، پس اگر کسی بغیر از نام الله سوگند یاد کرد، من دون تعظیمه، نام یک کسی را گرفت خود تعظیم نکرد، مثلا یک کسی را گفت که مثلا به سر پدرت قسم است یا به سر تو قسم است، لکن این پدر از زیر تعظیم نکرد و تا عظمتی که شایسته الله هست رو بر ازی نداد، باز هو شرک الاصغر، این باز شرک اصغر میشه، شرک کوچک میشه که این از دایره اسلام خارج نمیشه. ولو کان الحلف مع التعظیم، اما اگر سوگند به امرای بود پور تعظیم هم کرد، اشرک الشرک الاکبر، باز این میگه این اشرکه، باز میگه این شرک کرد به شرک اکبر. المخرج الاکبر الشرک الاکبر المخرج عن المله، شرک اکبر که انسان بیرون میکنه از ملت اسلام. مثل چی؟ مثل الذی اقسم بالصنم، مثلا یه نفر به بت قسم میخوره. چرا به بت قسم میخوره؟ به خاطر که برای بت صفات الوهیت میده، تعظیم او را میکنه. از این خاطر اگر کس قسم یاد میکنه به امرای تعظیم، این باز شرک اکبر است. اما اگر قسم خورد بدون تعظیم، بازی شرک اصغر است. خلاصه ما و شما از نگاه صرفی که اینجا یاد گرفتیم، کلمه اشرکه میگیم که این چی هست؟ اشرکه فعل ثلاثی مزید با زیادت همزه در اول فعل است. در حدیث شریف مثلا میگه
رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت هل تدرون ماذا قال ربکم؟ میگه شما میفهمین که پروردگارتان چی گفته؟ قالوا، میگه صحابه گفتن که الله و رسوله اعلم، گفتن الله و رسولش بهتر میفهمن. قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که میگه قال، گفت الله سبحانه و تعالی اصبح من عبادی مؤمن بی و کافرون. ببین اصبح کدام فعل است؟ فعل ثلاثی مزید به زیادت همزه در اول فعل به وزن افعل. اصبح به وزن افعل. اینال در این حدیث شریف وقتی که میگه که اصبح من عبادی، میگه الله متعال میگه که بعضی بنده های ما صبح کردن در حالی که به من مؤمن بودن و یک تعداد دیگه‌اش و کافرون، به دیگه‌شان کافر بودن. فاما من قال مطرنا بفضل الله و رحمتی، اگر یک کس بگه که اینا ما برای ما باران شد به فضل و رحمت الله، فذلك مؤمن بی و کافر بالکوكب، میگه ای به من مؤمن هست و به ستاره کافر است. و اما من قال بنوع کذا و کذا، اما اگر کس گفت که ما فلانی ستاره بر ما باران کرد، فلانی ستاره و فلانی ستاره، فذلك کافر بی و مؤمن بالکوكب، ای به ما کافر شد و به ستاره ایمان آورد. اینجا هم علما میگن که این میگه کلمه کافر استعمال شده، لکن این کفر از این کفر اصغر است، کفر کوچک است، کفر دون کفر است. یعنی کفر نیست که از دایره ایمان بکشه وقتی که کسی میگه که نه با ستاره که از باران کرد. هذا ایضا من الکفر الاصغر. دیگه مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه للشرک فیکم اخفى من دبیب النمل، میگه او مردم متوجه باشین که شرک در بین شما بسیار خفی هست، پت است. یک قدری شرک پت است مثل مرچک های خرد که شما او شرک اگر نشناسین یک دفعه به شرک شما مبتلا میشین. اینجا کلمه اخفا کس اینال خفیه فعل ثلاثی مجردش بود، همزه را که درش زیاد کرد، اینال اینجا به اخفا با وزن افعله، پس این فعل ثلاثی مزید با زیادت همزه هست. دیگه مثال که ما شما میخوانیم مثلا فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک، اینجا فعل ثلاثی مزید به 3 حرف، استمسک. اینال استمسک چی هست؟ الف سین ت، استمسک به وزن استفعله، پس اینجا الف و سین و ت در اول فعل زیاد شد. اینال الله متعال میگه که فمن یکفر بالطاغوت، پس هر کسی که به طاغوت کافر شد و یؤمن بالله و به الله ایمان آورد، فقد استمسک، یقینا که بسیار خوب تمسک ورزیده، بالعروة الوثقا، و ریسمان محکم که حبل الله متین است، یعنی این خوب به قرآن ایمان داشته. اما اگر کسی ایمان بیاره لکن به طاغوت کافر نشده باشه، باز این مؤمنه که مطابق قرآن مؤمن گفته میشن نیست. باز طاغوت ما و شما میشناسیم که علامه ابن قیم جوزی رحمه الله میگه که طاغوت چی هسته؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. 3 قسم طاغوت داریم. یکی طاغوت معبود است که مردم برش عبادت میکنن، این قرار چپ شیشته دم چوکیگه که خود با مردم برش سجده میکنن، اینال این طاغوت شد. اگه این طاغوت نمی بود بر مردم اجازه نمیداد که برش سجده کنن. یا کسی است که مثلا مردم به زبان خود میگه بیا برای عبادت بکنین، یا مردم نمیگه لکن خود مردم عبادت میکنه، این چی میکنه؟ این قرار چپ شیشته، این هم طاغوت معبود گفته میشه. و یا ای که به زبان خود مردم میگه بیاین به ما عبادت بکنین، این هم طاغوت معبود گفته میشه. طاغوت مطاع کی گفته میشه؟ طاغوت مطاع کسی هست که قانون میسازه و مردم باز میگه که از قانون ما اطاعت بکنین، یا قانون ضد شریعت الله را تطبیق میکنه و مردم میگه که از این قانون اطاعت کنین، این طاغوت مطاع میگن. و قسم سومش طاغوت چی هسته؟ طاغوت مطبوع هست. طاغوت مطبوع کی را میگن؟ طاغوت مطبوع کسایی را میگن که
این عالم هست، مفتی هست، لکن این فتوا ضد شریعت الله میده، فتوا میده ضد شریعت الله، حلال حرام میگه، حرام حلال میگه. پس این طاغوت مطبوع گفته میشه. این حال فهمه یکفر به طاغوت چی معنی؟ یعنی هر کسی که کافر شد به می هر سه قسم طاغوت، هم به طاغوت مطاع، هم به طاغوت معبود و هم به طاغوت مطبوع. و یؤمن بالله، بعد از به الله ایمان آورد، باز این واقعا تمسک ورزیده و عروة الوثقا. امام ترمذی میگه که عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه، حاتم رضی الله تعالی عنه گفت اتیتو، یعنی اتیتو فهمیدین؟ اتیتو النبی صلی الله علیه و سلم، من پیش نبی صلی الله علیه و سلم آمدم. اینجا فکرتان باشه در عطا کس این همزهش همزه اصلی هست، این زیاد نشده چون اصل فعل عطا هست. عطا همزه تیا، اگر ما به خاطر ازی براتون میگم شما تو غلط نکنید فکر کنید که اینجا همزه چی است. همزه این همزه اصلی است به خاطر ازی که اتیتو به وزن فعلتو، اینجا حرف زیاد نشده. اتیتو، اتیتما، اتیتم، اتیتی، اتیتما، اتیتن، اتیتو، اتینا. مثلا میگه اتا، اتیا، اتو، اتت، اتیتا، اتونا، اتیت، اتیتما، اتیتون، باز آخرش میگه اتیتو، اتینا. پس اینجا همزه فکرتان باشه که همزه اصلی است. یگانه که در امتحان برشان وقتی که میاریم او فکر میکنه که اکرمه و اینا که همزهش زائد بود، اینجا هم نه، اینجا همزه اصلی است، از خود فعل است. پس اینجا مثال برای چی نیست. خب عدی ابن حاتم چی میگه رضی الله عنه؟ میگه پیش نبی صلی الله علیه و سلم آمدم و در گردن من صلیب بود من ذهب، یعنی علامه همی جمع یا مثبت علامت صلیب که هسته، اینی میگه در گردن ما بود. مثل که بسیاری جوانا در گردنهای خود مثلا نشانه های کافرها را میکنن. فقال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا عدی اطرح عنک هذا الوثن، میگه بر ما گفت رسول الله صلی که ای عدی این بت از گردن تو سپر، تو خود مسلمان شدی. عدی رضی الله عنه نو قبلا نصرانی بود، این نو مسلمان شده، حالا نمیفهمه بسیاری مسائل. پس رسول الله برش گفت که این از گردن تو سپر تو. میگه وقتی که ما و سمعته، میگه من شنیدم که یقرأ رسول الله صلی الله علیه و فی سوره براء، رسول الله صلی الله علیه و سوره براء میخوان که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این نمیجه که استا چی استا؟ اینا گرفتن احبار خدا و راهبای خدا ارباب گرفتن من دون الله. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و گفت که اما انهم لم یکونوا یعبدونهم، اینا خدا را عبادت نمیکردن، ولکنهم كانوا اذا احلوا. اینجا احل را شما چه قسم میفهمین؟ باید اینجا دقیق باشین که احل به وزن چی میشه؟ به وزن فعل. احل به وزن چی شد؟ به وزن فعل. پس اینجا لام از این چیز شده، شد خورده لامش، یعنی اینجا احل فعل، نه اتو نیست. متوجه باشین. پس چه قسم از اصل وزنش؟ اصل وزنش اصلش حلل بود، حلل از حلال گرفته شده بود. اینال اینجا احل به وزن افعل، احلو افعل، فهمیدین؟ اینال اینجا احل اصل چی بود؟ حلل، حللو بود. حللو ثلاثی مجردش بود. اینال احل چی شد؟ مزید با چی شد؟ با همزه در اولش. از حلله شد احلله، احلله به وزن افعله. باز لامش شد در لام دیگه ادغام کردن، شد شد، پس احله شد. و احل، احلو، فهمیدین یعنی؟ پس این باید بسیار دقیق این کلمات بفهمین. پس اینجا احلک است
آل رسول الله میگه برازی گفت که اینمی ها را چطور گفت که اینا احبار خدا، احبار این علما را میگفتن، میگه اهل کتاب احبار علمای خدا و رهبان امو پیرای خدا، میگه چی گرفتن؟ اربابن، برای خود رب گرفتن من دون الله بغیر از الله. باز رسول الله صلی الله علیه و تفسیر میکنن میگه که اما انهم لم یکونوا یعبدونهم، اینا بر از اینا عبادت نمیکردن که ربشان شود، ولکنهم کانوا اذا احلوا لهم شیئا، وقتی که یک چیز اونا برشان حرام حلال میکردن استحلوه. این در استحلوه در اولش الف سین تیز یاد شده، پس این ثلاثی مزید به 3 حرف شد. استحل، استحل به وزن استفعل. خوب فکرتان باشم. پس اینجا پس میگه ای احبار و رهبانه که اینا رب خود قرار دادن به خاطر ازی که وقتی اونا چیزی که حرام می بود برشان حلال میکردن، باز اینا هم میره حلال میکردن. و اذا حرموا علیهم، اگر یک چیزی که الله حلال گفته بود یا احبار و رهبان میگه حرام است، حرموه، باز اینا هم میره حرام میدانستن. اینا اگر کسی یعنی اطاعت از یک مفتی میکنه که اون مفتی باطل هست و فتواهای ضد شریعت میده، ای در حقیقت ایر رب خود قرار داده، ایر ربوبیت داده و ایر رب خود گرفته. از این خاطر باید انسان این طاغوت است و این طاغوت باید انسان کافر شود. پس اینجا در حرمه و حرمو سعی کنین، حرمو، حرمت، حرمتا، حرمنا، حرمت، حرمتما. اینجا حرمه به وزن فعل، فعلو، حرم، حرمو. پس اینجا هم فعل ثلاثی مزید با یک حرف است. و دیگه چی است؟ عبدالله ابن عباس میگه که رضی الله عنهما میگه که لم یأمروهم ان یسجدوا لهم ولکنهم امروهم. این امرو ما شما خوانده بودیم در فعل چی؟ امره. این حالا امره که است، این فعل ثلاثی چی است؟ فعل ثلاثی محموز است، محموز الفاء. امره، امرا، امرو، امرت، امرتا، امرنا. پس اینجا امره اینجا چی میشه؟ امرو، امره، امرا، امرو به وزن فعل، فعلو. اینجا حرف ثلاثی مزید هست لکن محموز. خب میگه اینا را امر میکرد به معصیت الله فاطاعوهم. پس اینا از امی علمایی که اینا را به معصیت امر میکرد، اینا از اینا اطاعت میکردن. اطاع، اینا اطاع. اینجا اطاع که است فهمیدین؟ فسماهم، سما اینا چی هست؟ فسماهم الله اربابا، باز الله اینا را ارباب بر زنا گفت. و شخصی از حذیفه سوال کرد که آیا آنان علمایشان را عبادت میگن؟ گفت که لا، کانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه و اذا حرموا علیهم شیئا حرموه. و در خاتمه همین آیت میگه که و ما امیرو، امره باز پسان ما شما میخوانیم که امره باز مجهول شد، امیره میشه الا الها واحدا. میگه برای اینا امر نشه مگر که اینا باید معبود یگانه را عبادت بکنن، لا اله الا هو سبحانه اما یشرکون. پس اینا یک سوال بر شما که آیا امی کسی که قانون یک کسی را که ضد شریعت الله سوره اطاعت میکنه، این شرک در چی گفته میشه؟ شرک در ربوبیت است یا در الوهیت است یا در اسماء و صفات؟ بازی را علما میگن که هم شرک در ربوبیت است و هم شرک در الوهیت است و هم شرک در اسماء و صفات است. درس امروز ما و شما خلاص شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.